سلام بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز دوشنبه 14 دکبر. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفته است سرمایه گذاری اساسی آشوبی عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزارت دفاع حزب نهضت اسلامی بود که حالا فعالیتش ممنوع است. رمضان رحیمزاده روز 14 دکبر ضمن ملاقات با گروه از ساکنان ناحیه راشد قلعه در ولایت بدخشان گفته است مقامات انتظامی آشوبی به قول او گروه‌های تروریستی به رهبری ژنرال نظرزاده معروف با نام حاجی حلیم را با کمک مردم در ظرف کمتر از 2 هفته سرکوب کردند. ماه سپتامبر گروه از افراد مسلح به رهبری عبدالحلیم نظرزاده به شهر دوشنبه و شعبه امور داخلی ناحیه وحدت حمله کردند و 9 مأمور ملیسا را کشتند. بعد این در دره رامید پناهگاه این افراد مسلح عملیات شروع شد و در نتیجه آن 10 نفر از افراد مسلح و خود عبدالحلیم نظرزاده کشته شدند. و دنبال آشوب دادگاه تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را سازمان تروریستی خواند و فعالیتش را ممنوع کرد. بانک ملی تاجیکستان به 10 نفر از صرافان پایتخت وعده داده است که به مشکلاتشان رسیدگی می‌کند. گروه از صرافان شهر دوشنبه که نقطه‌های مبادله اسعارشان بسته است آخر هفته گذشته به بانک ملی آمدند و سرنوشت کارشان را با رهبران بانک بررسی کردند. یک از این صرافان به رادیو آزادی گفت در ملاقات روز 12 دکبر نمایندگان بانک ملی با آنها گفتند در صورت هماهنگ شدن فعالیت صرافی ها با بانک ملی ممکن است به آنها سر از سال آینده اجازه کار بدهند. وعده دادن که اگر ما یک دیده میبریم چیزی کشید بعد شما را آگاه میکنیم. ما حاضر همین قدر مسئله کردیم که اگر ما امید داریم که ما را دستگیری میکنیم ما را بیکار نمیمونیم. تقدیر 3-4 هزار نقطه مبادله اسعار باشه 30-40 هزار و یا منکر دارن. مقصد نهایی ما همین است. بعد با شدت پایین آمدن قرب سامانه در 3 ماه گذشته بانک ملی دستور داد معاملات با اسعار خارجی نه در صرافی ها بلکه در بانک ها و مؤسسه های دیگری مالی صورت بگیرد. عین زمان بسیاری از صرافی ها در تاجیکستان بسته است و قرب $1 امریکایی هم به 7 سامانی و 30 درم رسیده است. کمیته انداز و یا مالیات در تاجیکستان گفت بعد افشای قانون شکنی ها در فعالیت بعضی از شرکت های داروفروشی امر داد تا صاحبان داروخانه ها همچون صاحبکار انفرادی ثبت شوند و علیحده مالیات سپارند. مقامات کمیته با نشر یک بیانیه رسمی گفتند که بعضی از شرکت های خرد داروفروشی تا 10 داروخانه را غیر قانونی اجاره گرفتند و مالیاتی کم می سپاریدند. و گفته کمیته انداز فعالیت چندین داروخانه زیر چتر یک فیلیال مخالف قانون درباره بقیه‌گیری دولتی شخصان حقوقی و صاحبکاران انفرادی است. اما صاحبان بعضی از داروخانه ها میگویند به عنوان صاحبکار انفرادی ثبت کردن آنها کار را دشوارتر و دوتاز آنها را زیادتر میکند. در تاجیکستان 2000 داروخانه ثبت شدند که 500 تای آن در شهر دوشنبه است. برای شیخ عبدالعلی ابن سینا پیرم که من هم اسرارش رو میخوانم هم تا عمر دارم کاری عبدالعلی ابن سینا رو دوام میدیم. برای پیرم عبدالعلی ابن سینا حج بدل کردم و هر سال من زیاده 5-6 بار ختم قرآن میفرمام برای پدر و مادر رحمتیم. برای شیخ عبدالعلی ابن سینا بر روح پرمطوع رسول خدا میبخشم. سعید جان نادری یک طبیب و محقق زندگی و آثار دانشمند معروف عبدالعلی ابن سینا ماه سپتامبر به جای این دانشمند بزرگ به زیارت خانه خدا رفته است. به باور سعید جان نادری عبدالعلی ابن سینا از پرکاری و سرسانی نتوانسته است به زیارت مکه و مدینه برود و بر اساس فرموده های شریعت حج بدلی که او به جای سینا انجام داد رواست. عبدالعلی ابن سینا دانشمند بزرگ فارسی زبان که با نام اویتسین معروف است سال 980 در بخارا به دنیا آمده و در 57 سالگی در شهر همدان ایران درگذشته است. و گزارش کامل در این باره در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.